خب سلام، با یه آنباکسینگ دیگه در خدمتتون هستیم. امروز میخوایم از یه برند خیلی جذاب به اسم نسپرسو براتون پرده برداری کنیم. خب میدونید که دستگاه قهوه ساز کپسولی نسپرسو سفارش ساخت خودش رو به برند دلونگی داده و خب قاعدتاً برند دلونگی هم از کیفیت خوبی برخورداره. این دستگاهی که امروز میخوایم براتون آنباکسینگ کنیم برند نسپرسو محصول گران لاتیسما هستش. همونطور که میبینید توی 2 تا رنگ این دستگاه تولید خودش رو انجام داده، رنگ سفید و سیاه. فکر میکنم امروز چیزی که برای ما ارسال شده رنگ سیاهش هستش که میخوایم براتون بازش کنیم. توی مرحله اول چیزی که میبینید یه چیزی شبیه چرخیاتیه، دسته جالبی داره و کارتونش به صورت صندوقی طراحی شده. چیزی که به چشم میخوره توی کارتونش اینه که گویا یه جایزه‌ای براش تهیه شده، اونم 14 عدد کپسول از طعم‌های مختلف این محصوله. خیلی خوب، بریم ببینیم چیه. خب تا الان که بعد باز شد. کفشورشه، نمیدونم بهش چی میگن. این یکی قطع بگردنی مخزن شیرشه که این مخزن شیر از 3 تا در واقع یه ولومیه که 3 مرحله‌ایه و یه دونه هستش که ریمووه، یه دونه هست میلکه و یکی هم کلین. چی داره؟ خب این هم که قاعدتا مشخصه، این پایه هستش که در واقع به شما کمک میکنه که از لیوان بزرگ یا کوچیک استفاده کنید زیر دستگاه. رو در میاریم، همه چی شلوغ و پلوغ. خب تو دستگاه میشه گفت با کوالیتی تقریبا خوب، وزنی معادل 4 الی 5 کیلو. صفحه نمایشگر رو نداره، به صورت آنالوگ و تاچ هستش. 9 تا پروگرام براش تعریف شده، یک کلید خاموش روشن و در انتها مخزن آبش هستش. چیزی که حائز اهمیت تو این دستگاه و باید بهش توجه بشه ورودی کپسول هستش. ورودی کپسول از درگاه بالا هستش و چیزی که تو این دستگاه جالبه، من تو دستگاه‌های قبلی دلونگی ندیدم، در واقع فلزی بودن این ورودی هستش. خروجیش هم قاعدتاً از این سمته و شما میتونید کپسول‌های خالیتون رو از اینجا خالی کنید، دوباره واردش بکنید. خب یه خورده براتون جمع جورش کردم، میریم بقیه‌اش رو داشته باشیم. خب این سراغ اصل مطلب و هدیه‌ای که برامون نسپرسو تو جعبه برامون گذاشته. خب این قرار بودش که 14 تا به ما کپسول در واقع تست از تمام در واقع طعم‌هاش رو بفرسته که فرستاده. چیزی که باید توجه داشته باشید یا من باید بهتون بگم اینه که بهتره که از خود کپسول‌های نسپرسو استفاده کنید، چون پروگرامی که تعریف شده توی این با توجه به در واقع دیتیلیه که خودش استفاده کرده از کپسولاش. حالا میتونه ماکیاتو باشه، کارامل ماکیاتو باشه، لاته باشه، هر چیزی هستش با کپسول‌های خودش در واقع این کار کرده. ولی خب قاعدتاً کپسول‌های دیگه‌ای هم هستش مثل کپسول‌های لور، استارباکس که اینا به هر حال خیلی خوبن. قیمت نسبی این کپسول‌های اورجینال با توجه به تجربه خودم چیزی هولوش، حالا به ریالیش که نمیدونم تو ایران چقدره ولی لیرش رو میگم ترکیه، تقریبا بین 15 تا 25 لیر دونه‌ای هستش. چیز دیگه‌ای که داخل جعبه هستش و حائز اهمیت میتونه برای شما باشه برگه گارانتیشه که برگه گارانتیش 2 سال به شما گارانتی داده. این گارانتی رو از زمانی که میخرید تا 2 سال بعد قابل استفاده هستش. و آخرین چیز دفترچه راهنماشه که قاعدتاً
باید اینو مطالعه بکنید، چون یه سری مطالب در مورد سرویسش هستش، چجوری بشورید، چجوری در واقع سرویسش بکنید و یه سری اطلاعات کلی در مورد مدل درست کردن کافیتون. به هر حال اگر تایم داشتید حتما اینو بخونید. خب آنباکسینگ ما تا اینجا فکر میکنم به 80% خودش رسیده. چیز دیگه ای که در واقع میتونم بهتون نمایش بدم جاگذاری اینا هستش. خیلی راحت پایه‌شو میذارید، از این سمت جایی که میتونید در واقع پایه ارتفاع رو بذارید که خیلی راحت میتونید با برداشتن و گذاشتنش تنظیم ارتفاع کنید نسبت به لیوانتون. و مخزن شیرش هستش که یه سری توضیحات دادم که در واقع آنالوگش به چه ترتیبه. یه لاک آنلاک داره این مخزن برای اتصالش که یه حالت در کشویی داره، در کشش رو وا میکنید و خیلی راحت با یه پرس کوچیک مخزن رو میتونید بذارید سر جاش. یه شیر تنظیم در واقع میشه گفت خروجی شیرش هستش که این دیگه بر حسب لیوانی که اینجا گذاشتید تنظیم میکنید که در واقع خامه و کف و شیر رو چه جوری بریزه براتون. خیلی خوب، تموم شد آنباکسینگ ما. حتما کات میشه تو به قسمت بعدی ویدیویی که مربوط میشه به درست کردن این، که در واقع الان شیر نداریم براتون بریزیم، به خاطر همین اینو میذاریم کاتش میکنیم و تو یه ویدیو دیگه بهش اضافه میکنیم. خوشحال شدم از اینکه منو دنبال کردید. سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ. خب بچه ها، دستگاه رو براتون آماده کردم. همونطوری که میبینید مخزن شیرش رو براتون تقریبا میشه گفت تا نیمه پر کردم. از اون سمت پشتشم خب به تب مخزن آبشم پر کردم که میبینید. دستگاه رو به برق زدیم همونجوری که میبینید. پروگرام هایی که داره مشخصه، مثل هات میلک، هات فوم، ارزم به خدمتتون که اسپرسو، لاته ماکیاتو و حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که از یک کدوم از این کپسول ها ترجیح میدم از این استفاده کنم. ببینم چیه. این کپسول رو میام میذارم میندازم توی نقطه‌ای که باید باشه. حالا نمیدونم درسته یا نه، امیدوارم که درست باشه. درشو میبندم. با توجه به اینکه میخوام از شیرمم استفاده کنم و فومش رو تست کنم، روی پروگرامی که بالا داریم لاته ماکیاتو رو لمس میکنم تا ببینیم که به چه ترتیب میشه. دستگاه صدای ساکسیفون میده فعلا. خیلی سریع شیرش به جوش اومد و شیر رو ابتدا ریخت. همچنان شیر میریزه. تو رو خدا بس شیر. حالا وقتشه که خب فوم خوبی داره. همین از همین الان فومش مشخصه. یه چند ثانیه بگذره حتما طبقه کافیش هم میتونیم ببینیم که چه جوری میشه. داره خودش رو خیلی قشنگ جدا میکنه طبقات از هم. حالا مزهش رو باید یه تست بزنم ببینم که چه جوری میشه. خب بچه ها، پر کردن لیوان اول رو دیدید. تستی که من کردم برای در واقع لاته ماکیاتو این بودش که ببینم کپسولش باز میتونه شارژ کنه یه لیوان دیگر رو شارژ کردش. یعنی یک کپسولش به ما 2 تا در واقع لیوان کارامل ماکیاتو دادش. حالا من میخوام یه تست دیگه داشته باشم با همون تک کپسول، ببینم وضعیت این که اگر بخوام تهش رو در واقع در بیارم یه اسپرسو ازش بگیرم
چقدر به من اسپرسو تمیز میده تا دستم بیاد ببینم که یک کپسول تا چه میزان از خودش در واقع اسپرسو میده. نمی کنم چرا یه نیم شات میده بیا از اینجا به بعدش بیشتر آبه، ولی یه نیم شات هم دوباره داد. با این فرض 3 شات اسپرسو و یک کپسول احتمالاً بده.